مقدم خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت مخلص الله. شما هستیم. هم در خدمتتون هستیم. محبت دارید، ما در خدمت شما هستیم. الله حفظتون کنه. سلام علیکم بیننده ها داشت. بنده خدمت حضرت عالی و جمعی بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. موفقیت همگان رو در مسیر رسیدن به کمالات معنوی و ولایی از خود متعال خواستم. زنده باشید، زنده باشید. خیلی ممنونم، دست شما در نکنه. من از استاد تحریری عزیز سوال کردم قبل برنامه امروز بحثمون چی هست. فرمودن هنوز میخوام راجع به فضائل حضرت زهرا صحبت بکنم و چی از این بهتر. وقتی خیری خیر کثیر میشه، قاعدتا وقتی میخوایم بهش بپردازیم خود ما بیشتر بهش بپردازیم و ما سراپا گوشیم و حظ میبریم. هفته گذشته که ما رو مست می کوثر کردین استاد، خودشون رو هم انشالله عاشق و دلباخته خودشون میکنن. الهی آمین، الهی آمین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا. درباره فضائل حضرت زهرا سلام علیها با این زبان الکن نمیشه مطلبی گفت جز به هر حال اون گوشه ای از مطالبی که به هر حال در آیات و روایات خدای متعال بیان کرده و اهل بیت و نبی اکرم همه اهل بیت علیهم السلام به نوعی درباره حضرت زهرا سلام علیها بیاناتی دارند. این آیه شریفه به هر حال تعبیر همه یا اکثر مفسرین این ذوی القربی اهل بیت علیهم السلام که حضرت زهرا سلام علیها محور شکلگیری این خاندان است شامل میشه و خدای متعال به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله این فرمان رو میده که به امت اسلامی بگو، نه تنها در اون زمان، تا قیامت که دین به پاس و قرآن به هر حال حاکم است، من بر رسالت اجری رو نمیخوایم مگر دوستی ذوی القربی، که اینجا در آیاتی بیان میکنه از زبان انبیاء علیهم السلام من از شما اجر نمیخوام ان اجریه الا علی الله. در یکی دو آیه بیان میکنه که من اجرم این است که شما در مسیر، از قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم، در مسیر خدا قرار بگیرید. در این آیه شریفه بیان میکنه که اجر و رسالت این است که مودت ذوی القربی داشته باشید. خب جمع این آیات چی میشه؟ این میشه اون هدفی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که دعوت به خدا باشه، بندگی خدا باشه در شؤون گوناگون زندگی، که زندگی با آن معنا پیدا میکنه، این جز با مودت ذوی القربی شکل نمیگیره و این اجر رسالت میشه. خب رسالت یه حقیقت معنویه، از عالم غیب اومده، ما رو متصل میکنه با عالم غیب با این دستوراتش. این اجر هم باید این گونه باشه، مناسب با اون باشه، اجر مادی نیست. لذا در شأن نزول این آیه مبارکه روایات متعددی هست که بعد از اینکه به هر حال حکومت دینی و حاکمیت اسلام در مدینه شکل گرفت، رفت و آمد با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله زیاد شد. انصار گفتن خب ایشون نیاز به کمک داره که اون کسانی که با ایشان رفت و آمد میکنند رسیدگی بکنه. آمدن خدمت حضرت که ما یه وجهی وجوهی خدمت شما بدیم و اینها. این آیه نازل شد که نه، من اینها رو نمیخوام. شما اگر واقعا میخواهید این حقیقت شکل بگیره، پا بگیره، اسلام مخصوصا در مدینه، شما هم به عنوان انصار بیایید و این مودت ذوی القربی رو تحقق ببخشید. مودت اون دوستی خاصه، دوستی است که با یک نشانه ظهور پیدا میکنه، با عمل ظهور پیدا میکنه.
خب اینجا ذوی القربای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که دوستیشون خلاصه اجر رسالت چیه؟ این است که ما اون مسیر نبوت و رسالت با امامت ادامه پیدا بکنه، با اقتدای به امام بعد از پیامبر صلوات الله علیه و آله این ادامه پیدا بکنه. پس این آیه هم نشان دهنده این است که مسئله امامت در راستای رسالت که باید از جانب خدای متعال این شکل بگیره که شکل گرفته. بنابراین اون مسیری که خدا بر ما معین کرده در ادامه رسالت، اون رو باید ما اجر رسالت بدانیم. اون مسئله امامتی که منشأ نشر امامت زهرای مرضیه سلام الله علیها است که فرمودن و من یقترف حسنتن، کسی که حسنه ای رو انجام بده ما نیکوییش رو زیادتر میکنیم. این حسنه رو تو روایت فرمودن ولایت ما اهل بیت علیهم السلامه. اون وقت اینقدر این مسئله مهمه که حالا حتی فخر رازی در تفسیر کبیرش در ذیل این آیه 2-3 تا به هر حال دلیل میاره که مقصود زهرای مرضیه و امام حسن و امام حسین و امیرالمؤمنین علی علیهم السلام این خلاصه ذوی القربا هستن. یکیش این که میگه آل محمد اون کسانی هستن که امر ایشان به پیامبر برمیگرده، یعنی اینها تحت ولایت پیامبر هستن و هر کس که امرش بیشتر و شدیدتر و کاملتر باشه اینا آل هستن. و شکی نیست که فاطمه، حسن و حسین تعلقشون بینشون و بین رسول خدا صلی الله بالا شدیدترین تعلقات و ارتباطات بوده. خب این مسئله با نقل روایات متواتر دیگه ثابته که نمیشه اینو منکر شد. فخر رازی نمیگه. پس باید آل اینها باشن. ذوی القربا یعنی اون کسانی که خویشاوندان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هستن. چون بحث‌های مختلفی هست دیگه. بله. این ذوی القربا کیا هستن؟ با اون بحثی که ما عرض کردیم بحث قرآنیه. همینطور. این اثبات میشه. اینها مباحثی که تأیید میکنه این مسئله رو. پس یکی از کسی مثل امام فخر رازی. فخر رازی که به هر حال تفسیرش عمدتاً تفسیر به هر حال نقد و ایراد و جواب و اینهاست. بله. بنابراین این یک نکته رو ایشون بیان میکنه. و نکته دوم این که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده است که فاطمه بضعة منی، من خلاصه یعزینی ما یعزیها. اینم با روایات متواتر ثابت شده. و نبی اکرم هم علی هم حسن و امام حسین علیهم السلام رو به هر حال دوست داره و قرآن هم به ما میگه که از این پیامبر تبعیت بکنید. خب اگر ما هم بخوایم از این پیامبر تبعیت بکنیم، همین دوستی رو، همین ارتباط رو، همین شدیدترین تعلقات رو نسبت به ایشان باید داشته باشیم. و نکته مهمترش بعد از اینها اینه که میگه ما به هر حال در یک جا واجب است این دعا رو داشته باشیم و اون صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اون در تشهده. این به هر حال دیدگاه همه تقریبا اهل اسلامه، مکاتب مذاهب اسلامی است که ما در تشهد حتما بعد از شهادتین باید صلوات بر محمد و آل محمد، حالا با تعبیراتش مختلفه،
و آل محمد یا علی آل محمد، تا اونا یه چیزهای دیگه هم دارن، دعاهای دیگه هم دارن. خب ایشون از این استفاده میکنه که پس این معلوم میشود که منحصراً ذوی القربا، مودت ذوی القربا جز این خاندان کسان دیگر نیستن. خب حالا عرض ما همینه، این مودت فقط محبت خشکه؟ نه اگه محبت بود خب کلمه محبت جاش اومد از حب، بله. ولی از این ود میاد، از ود اومده، یه محبت خاصی است که تبعیت همراهشه. این تبعیت بدون ملاکه یا با ملاکه؟ معیاری داره، معیار داره. خب اینا چیزایی هست که مشتاق شدیم بیشتر از شما بشنویم. بعد از اینکه فاصله گرفتیم اومدیم، به نظرم خوبه که حالا که اشاره کردین این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا رو یک بار دیگه دوستان پخش بکنن، با هم زمزمه بکنیم و به معانیش بیش از پیش توجه بکنیم و برگردیم. گفت سرمایه محبت زهراست دین من دین خیش را به دو دنیا نمیدم. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدم. یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، مهر تو بود قبولی صوم و صلات. فرمود نبی خدا گناهش بخشد هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد در حج الفجر. درباره همین موضوع که محور و اجرایی جانمایه همین آیه هم بود که شنیدیم، محبت و مودت اهل بیت و حضرت زهرا سلام الله علیها، نکاتی رو می‌فرمودن استاد تحریر فرمودین. این که مودت اومده یعنی یه معیاری میخواد، یک ملاکی میخواد، فقط به ابراز محبت زبانی و اینکه من دوستتون دارم ظاهرا اکتفا نمیشه و یه چیزهای دیگه هم باید ادامه باشه. خود قرآن کریم وقتی که ما واژه محبت رو دنبال بکنیم که کسی ادعای محبت نسبت به خدا بکنه که او کمال مطلقه، که خب خاصیت ایمان اینه الذین آمنوا اشد حبا لله، حال که ملاکش به حال تبعیت از پیامبره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیغمبر بگو، این قل تعبیری است که اون مقولش که کلمه‌ای که کلماتی که بعدش میاد خیلی مطالب خاصی رو در بر داره. یکی از معارف قرآنه که حالا بینندگان عزیز روش دقت بکنند و دقت بکنیم. در صور یا آیاتی که قل میاد بعدش یک مطلب حائز اهمیتی. همه قرآن چنینه، اما اینا نکته های بسیار خاصتری رو نشون میده. خب این تبعیت از پیامبر لازمه. پیامبر و جز حق نمیگه قل ان اتبع الا ما یوحی الی. خب اینا رو وقتی با هم دیگه جمع میکنیم، این مودت ذوی القربا نشون میده که این محبت با تبعیت است که ملاکش این ملاک خاصیه. باید جنبه رهبریت داشته باشه که تبعیت خلاصه همراهش باشه. لذا در آیات قرآنی وقتی که از انبیا نقل میکنه که اعبدوا الله و اتقوا الله و اطیعونه، این کلام از نوح علیه السلامه که میخواید تقوا داشته باشید از من پیامبر باید اطاعت بکنید. پس بنابراین اینجا با این آیه ذوی القربا نشون میده که این اجر رسالت متفرع بر این است که این رسالت تداوم داشته باشه که داره. بله. تداومش با جایگاه مسئله امامته. امامتی است که از این خاندان نشأت بگیره، نه غیر آن. بنابراین ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ثابت میشه، بعدش هم ائمه به هر حال 11 این اجر رسالت میشه که این امامت مورد توجه
مسلمین در همه نقاط عالم، چه در اون زمان چه در این زمان، باشه که بر محور تبعیت حرکت بکنه. یه نکته عرض بکنم اینجوری به ذهنم میاد، به نظر ما موقعی عظمت مودت بر محور تبعیت رو متوجه میشیم که پی به عظمت رسالت ببریم، چون میگه که اجر این رسالت اینه. پس ببین این چقدر اون مودت رسالت خودش در اوجه، میگه اجر این، حالا این مودتی که بر پایه تبعیته. پس ما هر چقدر عظمت رسالت رو که متوجه بشیم، به نظرم اینو درست عرض می‌کنم. عمدتاً همین در ادامه همین سخن که هم نظر عقلی هم نظر عقلایی همیشه اجر مطابق با کار احسن، متناسب باید باشه. اون رسالت که ابدیه، این اجر باید ابدی باشه. هر جا که ما می‌خوایم باشیم، در هر نقطه‌ای، در هر زمانی که تحت به هر حال پذیرش رسالت شخصی رفت که ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی و بقیه مسائل، این مسئله امامت هم در همون راستا باید ادامه پیدا بکنه. بنابراین فرمایشات ائمه علیهم السلام در ذیل این آیه و آیات دیگر چیزی جدای از قرآن نیست، همون رو به هر حال دارن به ما تبیین میکنن، توجه میدن که ما به هر حال آیات قرآنی رو به طور خالص با هم دیگه معنا بکنیم، که اگر کسی بخواد این اجر الا علی الله هست، این اجر الا من یتخذ الی ربه سبیلا، نشون میده اگر کسی بخواد به سوی خدا بره باید با این مودت باشه، ولی نه، نمیشه. نتیجتا ملاحظه میکنیم که زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمایشاتش محور قرار میگیره، سیره‌اش محور قرار میگیره. یعنی در امت اسلامی یه جایگاه خاصی داره، اگرچه به حسب ظاهر جایگاه نبوت رو نداره، جایگاه امامت رو نداره، اما محلی است که این دو دریای بیکران امامت و نبوت و رسالت تو اینجا جمع شده و از اینجا پخش میشه. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. این برزخ زهرای مرضیه سلام الله علیها است که هم از رسالت بهره داره هم از امامت. به تعبیری از رسالت میگیره در امامت نشرش میده. ای جانم ای جانم، راست میگی. بله، نقطه عطف. بله، مثلا کوثر یعنی همین دیگه. برنامه قبلم اینو عرض کردی. آره. که میگه بدگوی تو دنبالیده است. بدگو کیه؟ تنها به هر حال نمیگه این شخص دنباله نداره، عقب نداره، بچه نداره، این که خیلی مهم نیست. اون مسئله اصلی رو قرآن داره خدای متعال تو دهنی میزنه به منطق شرک و مشرکین، که دیگه منطق شرک و مشرکین نمیتونن سر بلند بکنن به طور خاص در برابر دین الهی. دیگه رفت. البته خب تلاشایی میکنن، اما به عنوان اینکه یک مکتبی باشه، خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رضوان الله علیه که هفته گذشته و یادمون رفت از ایشون تجلیل بکنیم که روز تولد حضرت روز شهادت ایشونه و بسیار این مرد بزرگ اون ارادت خاص به صدیقه کبری سلام الله علیها داشت. ایشون اعلان کرد که بعد از اون به هر حال برخورده با داعش، دیگه داعش نابود شد، مرد. دیگه نمیتونه داعش خلاصه سر برافرازه. اینو به این عنوان دیگه به ذهن رسید که
یه ذکر خیلی از ایشون بشه. اما خب حالا گاهی این طرف اون طرف یه تلاشایی میکنه، اما مثل سابق دیگه نیست، چون همه دیگه رسوا شدن. حتی خود آمریکایی ها گفتن که ما داعش رو درست کردیم. از این دیگه از جهتی بهتر نمیشه، یه جهتی بدتر نمیشه. این چنینه. به نظرم آقا قاسم اگه نگم جزء بهترین شاگردای مکتب حضرت زهرا بودن و هستن. ببینید حضرت زهرا شما فرمودین دیگه نخ تسبیح این مودت پیروی از امامان و اهل بیت که خود حضرت زهرا جار می‌زدن. مخصوصا بعد از رحلت پیامبر تا آخر عمرشون در خونه انصار و مهاجرین میرفتن چی میگفتن؟ میگفتن آقا تبعیت از ولایت یادتون نره، قدیر فلان. آخرش هم در همین راه شهید شدن. حاج قاسم چیکار کرد؟ بله. حاج قاسم هم همین کارو میکرد، یعنی داشت به مردم همش نهیب میزد آقا ولایت یادتون نره، هر چی هست ولایت اینجا. حاج قاسم توی منطقه هم محدود نشد. بله. خیلی. بله. جهانی. منطقه زهرای مرضی سلام علیها هست که فریادش منطقه ای نیست. آره. فریادش همه مناطق و همه زمانها رو میگیره. این شاگرد مخلص زهرای مرضی سلام علیها سوریه میرفت همون بود، لبنان میرفت همین بود، عراق میرفت همین بود، چون شاکله ولایی بود دیگه. اساساً کسی که شاکله ولایی داشته باشه باش فرقی نمیکنه، هر جا که باشه همین رو داره. برای این روایت عرض بکنم، میفهمید بعضی از اصحاب ظاهرا امام صادق علیه السلام میرفتن تو مناطق غیر شیعه و اینها، حالا شاید غیر مسلمون و اینها هم بودن و اینها تبلیغ میکردن. بعضی از دوستانشون حالا اثر ناگاهی یا طعنه زدن که تو اگه اونجا بمیری با اونا محشور میشی. این ناراحت شد، اومد خدمت حضرت که آقا من اینا دوستان اینطوری میگن. حضرت فرمودن اونجا که هستی برای چی رفتی؟ دلت با کیه؟ آقا میخوام مطالب شما رو بگم، محبت شما رو، دلم با شماست. فرمود اگر اینجا باشی موفقیت داری؟ گفت نه، من اونجا این موفقیت رو پیدا کردم. حضرت فرمود اگر تو اونجا از دنیا بری یک امت محشور خواهی شد. خیلی عجیبه. یه امت این چی؟ این یه رهبر که داری از رهبریت ما دفاع میکنی. این خیلی مهمه. الان هر کس که از گوشه و کنار دنیا این مطالب رو میشنوه باید دلخوش باشه که این رابطه ولایی رو ما از دست ندیم. بالاترین نعمت و این فرمایش امام صادق علیه السلام و سیره به هر حال اصحاب ائمه علیهم السلام این گونه بوده. بله. به نظر هر کی عاشق حضرت زهراست باید همه وجودش ولایت باشه، چون خود حضرت زهرا همه وجودشون ولایت بود. خیلی استفاده کردیم، دست شما درد نکنه. وقت برنامه تموم شد متاسفانه، البته ببخشید. اوامر ندارین؟ محتاجیم به دعاتون استفاده کردیم. من 2 بیت تقدیم بکنم با اجازه شما و خداحافظی بکنیم. 162 هم شما روابط سازمان فراموش نکنید. اظهار نظرتون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در روند ادامه برنامه. ما ساکن وادی هدایت هستیم، ما شامل لطف بی نهایت هستیم. پرسند اگر نشان ما را گویید، ما اهل ولایت هستیم. الحمدلله.